سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 26 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. آغاز مرافعه 5 تاجیک متهم به قصد ترکاندن بنای فسب. فرار دو جوان تاجیک محمد نبی و مقصود از نقطه سربازگیری در مسکو. انتقاد حامیان حقوق از مقامات تاجیکستان برای بریدن سیم برق در خانه‌های خویشاوندان فعالان اپوزیسیا. سفارت روسیه قبول مردم برای گرفتن شهروندی روسیه را باز می‌دارد. از 4 تا 5 از 2 بال زمین‌لرزه سنگین در شرق تاجیکستان و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه دوم حربی حوزه غربی در مسکو روز 23 اکتبر سال 2023 به محاکمه پرونده پرسر و صدای 6 نفر متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش و قصد ترکاندن بنای فسب در میدان لوبیانکا در مرکز پایتخت روسیه آغاز کرده است. در این باره روز 26 اکتبر در خدمات مطبوعات این دادگاه به خبرگزاری رسمی روسی تاس خبر دادند. بنا به اطلاع دادگاه، یکی از متهمان ساکن قبلا برای دزدی سود شده داغستان و 5 نفر باقی مانده از تاجیکستان بوده، همگی از 19 تا 25 سال دارند. حاجی مراد حسن علیف زاده داغستان، منوچهر بوریف و عمک بچهش رجب علی بوریف، عبدالملک سمیف، سمندر توش مرادوف، عبدالقادر تویروف در این پرونده متهم هفتم نیز بوده است، ولی از بس که او با تفتیشات از اول همکاری داشت، پرونده او را علیحده بررسی خواهند کرد. خود متهمان برای شرح پرونده دسترس نیستند، ولی تفتیشات میگوید که آنها در مسکو در ساختمانها یا همچون کوریر کار میکردند و گویا عبدالقادر تویروف که همگی 23 سال دارد راضی شده است که نقش حملگر مرگ طلب را اجرا کرده خود را در داخل بنای فسب در مرکز مسکو بترکاند. ادوکات‌ها این پرونده را سیاسی نامیده گفتند که در اصل نفران زیر حمایت آنها قربانی عملهای تحریک‌آمیز کارمندان فسب شدند. این هم در حالی است که در جریان تفتیشات 5 تن از عیبدار شوندگان گناه خود را پوره و قسما اعتراف کرده، تنها یکی اش گفته است که خود را گناهکار نمی‌شمارد. دادگاه گفت ادوکات‌ها طلب کردند که تمام پرونده را به زبان تاجیکی ترجمه کنند، چون که نفران زیر حمایت آنها روسی را خوب نمی‌دانند. ولی در دادگاه این را کوشش با کاغذبازی طول دادن مرافعه نامیده گفتند. در روز اول مرافعه متن عیبنامه آنها را به تاجیکی ترجمه کرده عیبدار شوندگان را با آن شناس کردند. جلسه نوبتی دادگاه روز 1 نوامبر دایر می شود. بنا به فرضیه تفتیشات از ماه مارس تا اپریل سال 2022 عیبدار شوندگان شعبه سازمان تروریستی در روسیه ممنوع داعش را تشکیل کرده به هم دیگر باید سپاریدند و بعد خود را در مرکز میدان لوبیانکا ترکاندن شهیدشان باید همچون طلب اساسی خروج نیروهای روسی از سوریه را مطرح کنند. وابسته به نقشهشان به ضد این 6 نفر بر اساس 6 بند کودکس جنایتی روسیه عیب اعلام شده است. قصد انجام تروریستی طبق مصلحت پیشکی از سوی گروه شخصان، گرفتن معلومات برای انجام فعالیت‌های تروریستی، غیر قانونی تیار کردن مواد ترکنده، تشکیل سازمان تروریستی، تشکیل فعالیت سازمان در روسیه تروریستی اعتراف گردیده به آنها همچون جزا تا حبس عمرباد تهدید میکند. در همین حال حامیان حقوق بسیار از پرونده های با اتهام تروریسم به ضد مهاجران در روسیه را زیر شبهه گذاشته میگویند اکثر این پرونده ها بافته و ساخته بوده. کارمندان نهادهای امنیت روسیه از حساب مهاجران بی حقوق و به حمایت میخواهند نتیجه های خود را در راه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی از بودش زیادتر نشان بدهند. کمیته هلسینکی نروژ، یک سازمان حامی حقوق، روز 25 اکتبر سال 2023 در یک گزارش مفصل معرکه بریدن سیم برق در خانه‌های خویشاوندان فعالان اپوزیسیای تاجیک را به باد انتقاد کشید. این سازمان گفت که اینک 2 هفته باز خانواده‌های چندین تن از فعالان اپوزیسیای تاجیک در تاجیکستان از نیروی برق محروم کرده شدند. کمیته هلسینکی نروژ از قبل فعالان تاجیک خبر داد که مقامات روز 11 اکتبر سیم برق خانه اویشمو عبدالله و مادر شرافالدین گدایف را بریده. روز 12 اکتبر خانه اویشمو میرزای و مادر اندر سروب ظفر رهبر حرکت اپوزیسیونی گروه 24
در نویه واسه را از خط برق جدا کردند. در هر دو مورد به صاحبان خانه گفتند که سیم برقشان را با فرمان از بالا میبرند. روز 13 اکتبر مقامات در دهه ترد بابا در کنار شهر ایسار سیم برق خانه مادر فرهاد دودینایف، یکی از فعال دیگر مخالفین را بریدند و مادر سالخورده او به این شرایط بی‌برقی تاب نآورده به روسیه کوچیده رفته است. همین طور کمیته هلسینکی نروژ خبر داد که مقامات در نویه 8 سیم برق خانه سه عمک الهام جان یعقوبوف رهبر سازمان اپوزیسیونی انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا را بریدند. عمک‌های یعقوبوف اخیراً بازداشت شده مجبور کرده شدند که پیش از آزادی در صورت ویدیویی جنهای خود را برای فعالیت‌های اپوزیسیونیشان محکوم کنند. فعالان تاجیک میگویند شماره عائله‌هایی که برای فعالیت‌های اپوزیسیونی نزدیکانش از نیروی برق محروم کرده شدند خیلی بیشترند، ولی بسیاری‌ها از ترس اقدام بیشتر نقارجویانه مقامات از رسانه‌ای کردن احوال خود خودداری میکنند. شراف‌الدین گدایف همچنین خبر داده است که روز 20 اکتبر از کمیته امنیت به خانه برادر او در فرخار آمده تهدید کردند که در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به چه کار مشغول بودن فرزندان آنها را که در روسیه در مردکاری قرار دارند تحت نظارت قرار دادند. برت لیندنمن دبیر کل کمیته هلسینکی نروژ از مقامات تاجیکستان قطع این تجربه ننگاور نخارگیری را تقاضا کرده از شریکان بین المللی تاجیکستان خواسته است که منصبداران گناهکار در این معرکه را به جوابگری بکشانند. موج نو تعقیبات نزدیکان فعالان اپوزیسیون تاجیک در پی سلسله اعتراضهای آنها در شهر برلین پایتخت آلمان در پایان ماه سپتامبر سال 2023 آغاز یافت. روزهای 28 و 29 سپتامبر برلین میزبان نخستین نشست سران آلمان و آسیای مرکزی بود و در روزهای این سامیت اپوزیسیون تاجیک در برلین چندین اعتراض برپا کرد و فعالانش با تخم در یکی از کوچه‌های پایتخت آلمان به ماشین پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حمله کردند. در پی این به حساب حامیان حقوق در تاجیکستان نزدیک 50 نفر از خویشاوندان فعالان اپوزیسیون را دستگیر کردند. سفارت روسیه در تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که از 26 اکتبر سال 2023 قبول شهروندان پیرامون مسئله گرفتن شهروندی را موقتا باز می‌دارد. در سفارت چنین تصمیم را به آن ربط می‌دهند که از 26 اکتبر قانون نو فدرالی درباره شهروندی روسیه به اجرا درآمد. شهروندان محترم، به دلیل از 26 اکتبر سال جاری به اجرا درآمدن قانون فدرالی از 28 اپریل سال 2023 تحت رقم 138 برای شهروندی فدراسیون روسیه به سبب وارد کردن تغییرات به ترتیب کار بخش کنسولی سفارت روسیه در تاجیکستان قبول شهروندان دایر به مسائل مربوط به شهروندی موقتا بازداشت می شود. گفته شده است در اعلان نشر شده در صحیفه سفارت درباره اینکه قبول شهروندان دایر به این مسئله مهم کی از سر گرفته خواهد شد در اعلان چیزی گفته نشده است. زادگان تاجیکستان در سالهای اخیر در سبقت گرفتن شهروندی روسیه به یک نوع چمپیون در بین خارجیان تبدیل یافتند. بنا به امور رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه سال 2022 بیش از 173,000 زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه گرفتند، یعنی به حساب میانه هر روز 474 زاده تاجیکستان شناسنامه خاکستررنگ تاجیکش را با شناسنامه روسی عوض کردند. در 3 ماه اول سال جاری به حساب میانه هر روز 499 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفتند. در عموم از 1006,000 خارجی که از ماه ینور تا مارس سال 2023 شهروند روسیه شدند 44,854 نفرش یا 42% از شماره عمومی آنهایی که شهروند روسیه شدند زادگان تاجیکستان بودند. بر علاوه در سالهای آخر شماره آنهایی نیز در حال افزایش است که در جستجوی زندگی بهتر خود را به کشورهای از روسیه نیز دورتر اروپا و آمریکا میزنند. مقامات تاجیکستان هجرت مردم را بر روند جوانشوی ربط میدهند و میگویند در شرایط دنیای معاصر قریب یگان کشور از این روند بیرون نمانده است، اما جامعه شناسان میگویند برای مردم تاجیک محبت به زادگاه در فرهنگ چندین هزار سالش نقش بارز دارد. با اینکه سیل ساکنان تاجیکستان با امید به دست آوردن راحت به یک زندگی بهتر در پیش در سفارت‌ها و اداره‌های مهاجرت کشورهای خارجی نوبت می‌پویند، جامعه شناسان از یک پیامد ناگوار این تمایل
فرور مغزها و کاهش قشر باسواد و کردان اهالی در تاجیکستان بانگ استرو میزنند. آنها میگویند کشورهای خارجی به خصوص روسیه متخصصان بهترین و با تجربه را از بین آموزگاران و طبیبان، مهندسان، استادها و نمایندگان کسب‌های دیگر گلچین میکند و این باعث می شود که جای آنها را در تاجیکستان به نفران بی تجربه که تازه از دانشگاه بیرون شدند پر کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. دو جوان زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را گرفته باید به خدمت حربی می رفتند روز 22 اکتبر سال 2023 از نقطه جمع‌آوری سربازای کمیساریات حربی شهر مسکو فرار کردند. در این باره روز 26 اکتبر تلگرام کانال شاد خبر داد. بنا به اطلاع شاد، محمد نبی و مقصود روز 22 اکتبر در نقطه جمع‌آوری سربازها در کوچه اوگرشتسکایا در جنوب پایتخت روسیه قرار داشتند و از آنجا آنها را می بایست برای ادای خدمت حتمی حربی به قسم نظامی میفرستادند. ولی تقریبا ساعت 8 شام کارمندان نقطه سربازگیری خبر یافتند که هر دو جوان تاجیک فرار کردند. بنا به اطلاع این نشریه، محمد نبی را بعد 3 روز در محل ثبت نامش پیدا و بازداشت کردند. جستجوی مقصود هنوز ادامه دارد. در رابطه با این قضیه با ماده سرکشی از ادای خدمت حربی پرونده جنایتی گشودند و مقصود و محمد نبی بر اساس ماده 339 کودکس جنایتی روسیه تا 2 سال زندان تهدید میکند. تلگرام کانال استراژنا مسکو خبر داد که دو جوان تاجیک فرار کرده همگی 18 و 19 سال داشتند. سال تولد محمد نبی 2004 و از مقصود 2005 بوده است. منبع این کانال گفته است که دو جوان تاجیک از سر دیوار پریده از نقطه سربازگیری فرار کردند. اخیراً برخی از منصبداران بلندپایه و سیاستمداران ملتگرای روس به مثل رئیس کمیته تفتیشات الکساندر بستریک و دپوتات دومای دولتی سرگئی میرونوف تقاضا داشتند که در نوبت اول باید مهاجرانی را که شهروندی روسیه شدند به جنگ ضد اوکراین ببرند تا که آنها به تعبیر بستریکن در عمل صداقت خود را به وطن نوشان نشان بدهند. این در حالی است که ارتش روسیه در اوکراین به کمبود شدید نیرو دچار شده است و مقامات روسیه خیلی وقت باز تلاش دارند تا مهاجران هنوز شهروندی نگرفته را نیز با وعده معاش خوب و آسان گرفتن شهروندی روسیه به جنگ جلب کنند. تا امروز درباره هلاکت 10 زاده تاجیکستان در اوکراین خبرها به دست رسیدند. نیمه دوم روز 25 اکتبر سال 2023 ساعت 15:49 دقیقه به وقت محلی در قلمرو تاجیکستان باز یک زمین لرزه شدید به عمل آمد. مرکزهای زلزله نگاری شدت آن را طبق جدول ریختر 4 تا 5.2 بال برآورد می‌کنند. اکسپدیسیون زلزله نگاری وزارت ولایت‌های فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که شدت زمین لرزه در قلمرو تاجیکستان 5.2 بال را تشکیل داده است. مرکز زمین لرزه در 621 کیلومتری جنوب و غربی الماتا در قلمرو تاجیکستان جایگیر شده شدتش 5.2 بال را تشکیل داد. گفته می شود در اطلاع زلزله نگاری قزاقستان مرکزهای زلزله نگاری خود تاجیکستان تا حال درباره این زمین لرزه اطلاع نشر نکردند، ولی پایگاه‌های بین المللی خبر دادند که مرکز زمین لرزه در 8 کیلومتری جنوب و شرقی نویه لخش در شرق تاجیکستان جایگیر شده. زمین در اینجا در عمق 9 کیلومتر لرزیده است، ولی این پایگاه‌ها اقتدار این زمین لرزه را 4.4 بال برآورد کردند. درباره کدام خسارات بر اثر این آفت طبیعی تا حال گزارش نشده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. برداد بنا به اطلاع وزارت کارهای داخله نیمه دوم روز 24 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 17:00 دقیقه راننده ماشین تمغه هوندای استاریکس زیندین و شراف‌الدین سال تولدش 1954 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت در حوله استقامتیش ناگهان خورسال پیرو و بیبی روبیه سال تولدش 2020 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه کودک جراحت وزن جسمانی برداشته در راه به بیمارخانه جان داده است. وزارت کارهای داخله گفت تحقیق حادثه مذکور ادامه دارد.
بنا به آخرین آمار وزارت کارهای داخله در نیمه اول سال 2023 در روهای تاجیکستان در 492 صدمه 193 نفر به هلاکت رسیده، 514 نفر دیگر جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمه ها در روهای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. ده تن از قربانیان این صدمه ها کودکانند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.